Çekil! 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 Ya gila gila! ها Yo بده همه را مزوغل خوافو تو بیا یک دیگه بله مامان اول سلام علیکم من در باشه یا یک دیگه اینجا بشی میرم بخونه خواه خو بکل خواه خو بخونه خوار خو میری میگو بس خود سر صاحب نداری سر صاحب ها داریم یک 10 دقیقه طور باشون نصیحت کنه بله ها روز تو شما تمی کوچه ها خرمبارک میکنیم مسخرگی میکنیم حالا که ماه مبارک رمضان شو به مسجد هم یه خرمبارک میکنیم مامان روز گردن اما بند باشه که دیشب من نبودم دیشب گیپک میگیره تا چیز میکنه کلاکش رو به سر میبودن میاد کلاکش کش میکنه من به سر نمازم کجا حالی نمون خدا جوان شده حالی دیگه تو خجالت کشته که تو که کارار میکنی نه گیپک بیامده یک دم خور منداخت با بالا که جیر منداخت یک دم با میامده کلاکش کش میکنه تا سر من کلاکش بر میدشه من خنده میگیری میگم تو اگه بچی میبودی نیه تو رو اینطور سر خوالا میزن که یک دنک بودی تو چره؟ دارم که سر گوری به کار میای میشینی سر گوری نیفت که کجور آشر بخوری پتیماش بخوری الوار بخوری همینطور جمع میکشی خود میدی بعد خجالت کش بنتا ما چه تا مسخرگی شده من با کجا مسخرگی کردم چه تو چه گیپک چه کجی چه فرق میکنه هر سه تا خجمه بعد دیگه نماز مردم خراب میکنی سرمایه خون چیزیه تو خوبه چه تو بگم تو بگرد نمیفهم مگن جلوی کلون تو ساختم وقتی برو دگاه بشون وقتی خوبه وقتی چرا بگی پک که کجیر نمیگه میخوام پیار دونا را میگیم تو صبر بکن یک دفعه شما زور قوات شما میکشد رو برای سر خورو میونه شما که خیلی هوشیاره مامان امروز اگه بر خسان به خدا پست تور میکنم سرمایه خوب چیزیه که مردم نماز خونده نمیکنیم بس سرگه دارم نمیگیره من بله بله سلام علیکم من دارم باشین لالا نمازون خیریته داره ببندی سرک شما من نگیره برو هسته جانجه تیار هستی خیریته بفرمایید حمید ما چه گفتم گیپک بیای که برای خاطر ما آمدگی خود بگیریم خواستیم شما میریم برای مزونی حداقل چیز و چاری جمع کنیم بیاریم من هم باشه اونا رو هم باشه به کجا مایم جناب بریم مزونی بریم حال نه شو که بشه بعد از افطار میریم و برای رمزونی میریم در سلام خانه میریم پولدارا میریم رمزونی میخونیم من با ما پول میدم گندم میدم نخود و کشمیش میدم با بخش میکنیم به سر هم دگر خاطر که کلون از منم اماننگیر من اماننگی میگیرم اماننگی ها من کلون سر گروپ خب امانگی میکنی یا میگم اول که 5-6 روز روزه تیر شده کسی بزی 5-6 روز بره مزونی نمیره حداقل مگر روزه نصفه بشه یعنی 15 روز تیر شد دیوم یک دیشبه که ما به قلق و سرخ و سرشون به ختم قرآن خبر بیدم تا سر بچه من فارغ بود از کم کبی از این پیاری نداری که با تو بگه برفتیم نماز ترابی همه مصف مسجد هم به هم دادیم مردم هم به سر غلط انداختیم
که امروز به تعدی بسته مردم هر کی میدید به چی شکایت میکنه و از تو واکجی گردن ما بند باشه گیپا خور بند کلام کش میکنه مشه کلا کش میپیشون خنک میکنم اصلا همین کلا به تا سر تو بشه گیپاگ اگر رزینه هم بگذاره به تا سر تو دست میرسه نه خدا میکنه ما نماز میخوندیم کش میکنم خور بند یک دم بالا کجیر یک دم ایوری بعد من نبودم ما بچه خوبیم چوب ما نماز خور میخونم سر شما هم که میشه دم افتاد مثل گرگ گوشنی که خور برمه میزنه میه نه غلور نه آش نه شولت هیچی نمیذاره که کسی بخوره خود اگه سر نمیشم من نانیم میگه خور سر کو برو دیگه به درس رو ما ندهی برو دیگه اگه تو گناه نانیم میگه خور سر کو بیا یک اصلا گناه نانیمه برو دیگه به درس رو ما نه اینطور نبینم به پیش بچه خود گیفت اگر هم بدیدم میته به دیوار میزنم که دیگه وان نیایه بفهمیدی برو مرجو بدتر خوبه کوتننگ خوبه ما این 100 من خدمتیش تو تارتلخی بابا کل گناه بزه سر برو گفت مفنده که تو به یک سنگ مخصوص سر تون ویری میکنم برو تنبی غیرت 4 تا مسلمانی که میای نماز میخونه نماز از اینا رو به سر غلط میندازی تو کلون خودی از این تنیق و که ایتا کنی از این بچه ها نادون چی گله این دفعه طور به 4 طرف خونه بینمه دیون سرخی پیار تو رو بزن که تو چه برات گیلک میری ها خوب کاری کرد من میبودم پست تو رو میکندم کچری عباس کب زدن خوب بفا با مرگ چره تو خجالت نمیگی که خودتی دو تا خور یک جا کدنی مردم به نماز خوندن میگذارین خرمباره که برای انداختی من نماز تراویح منی و کجیره تو میگی کجیر میگه گیپا با گیلک میگی 2 نفر ها کدوم یک شما آدم ملامت کنه بعدم افطار عمل از شما آدم روز نداره نمیفهمه که چی بخوره خاک برنگ شما شه با تورتقا بیاد پیش من بشیشته که من از خجالت نمیتونم چیزی هم بگم بزینو مردم میگه عباس هم خودی از اینوه میه و کجیر آدم بسر نماز باشه میه بملغت ها میزنه ما بملغت چوب کو تو از کجی بدتری من تو میشناسم بفهمیدی خاک برنگ دیشه نه خط برو اگه تو نبینی به مسجد بیاری تو رو به نماز شما به نماز خوندن نمیایی به بابل کردن مردم میایی یک کرو بهتر صاحب کنه بچه از دنیا پوچل چار پیرا کشتی سلام علیکم و علیکم گیپا بله کجا بیدی؟ این جامال من پیار مبزا چری خیلیت ای؟ گفتن دیگه تو ببینم به پیش کجیر و گیلک باشی کلی تو میکنه که چری؟ خاطر دیشه بسر نماز چند شوخی کده خود تو میکدی خودی گیلک مکنه میکدو با گناه من نشم حال ما بگو گناه تو کلا گیلک کش میکدی گیپا تکو که به تو چی میگو؟ با این معامله به خان من نفته که ما این 100 من خمیتونیست تو گیپا که تو گیلک با این جگاه با من مقصر نشنه با مقصر گرمه نده آره ما چون کی به پیار ما بو گفته اینا دیشه بچه تو گیلک و کجیر سر نماز شوخی میکنن کلاورداری گیپا تکو چی میگم؟ گناه تو سرخی بیدن هر دم به سر نماز کلا گیلک بر میگشتی او به خنده میکدی آره گال شوخی میکنیم دیشه مخسرگی میکنیم آره ما چون کی 8 نفر بیامده به پیار ما گفته هم آدمایی که هم دیشه به مچین بیده دیگه گفته کی ماسته بگه آدگه چی آدگه؟ مرد آدگه همیشه ما به تمچین میریم دست برا پا برا باشی چلی مردم بیا همه خیلی پیارا مار بگیرن آدگه خود تو من ندادی به تگوشی با تمچین گیپک سیکو ما با تو همالا کم بگفتم مایی 100 من خمیتونیست تو گیلکی تو مای چند من خمیر توروشی نه تو مای چند من خمیر توروشی و تو نگفتم دیگه خودی گیلک و گیپک دیگه نگردی تو دیگه نبینو گردن ما بردش اگه ما بگردی این ایتا میان براد می ایشته برات تو میکنه به پیش چیشته یک کوله خب بابا خودی آمد من میگه که من کلک شفتر میداره میدوی بیا برم تمام حق همسایه دست شما به عذابه تمام حق همسایه
بیا تو بیا کجا میچی بیا 10 دفعه با تو بگفتم بابا که خودی از اینا نگرد من نمیگردم بابا، من که به نماز یا به مسجد نمیرم در افطار. اینو میام به پیش به هر شوخی مخصرگی به سر نماز یا به سر افطاری ها میکنم میفتره خنده. اصلا من شما میر پرسان کنم اونجا به سر نماز جا نماز خوندنه یا جا مسخرگیه که شما برای اینجا مسخرگی کنه؟ جا نماز خوندنه بابا. خب چرا شما اذیت میکنین مردمه؟ بدون فر میکنم، من کار نمیگیرم بابا. دندانه به بند باشه، من راسته میرم راسته هم میام. خود اینجا چه کار میکنی که شیشته ای؟ کمکی شفتر میگیرم. وقت حرکت کن. خوبه خوبه برو خوبه. برو با پتو خورم. سر کنی اینا رو من ببینم خیلی زحمت بدرم اون با اینا رو بدرم. اگه تور دیگه خودی از اینا دیدم پست جون تور میکنم خلاصه با تو بگو. من دیگه سردل ندارم که همسایه آدم خان بگیرم. عزیز بعد من ماشین دست از یا همسایه من نمیرم. خوبه؟ بیکل نری بیتره. از اینی که مردم آدم خان رو بگیرم شما اونجا چه مسخرگی کنی؟ ما چی جا نماز خوندن اونجا جا چه مسخرگی شما نه؟